سوره نجم یعنی ستاره در مکه نازل شد و 62 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والنجم اذا هوا. سوگند به ستاره آنگاه که ناپدید شود. ما ضل صاحبكم وما غوا. که یار شما یعنی محمد صلی الله علیه و سلم هرگز گمراه نشده و به راه تباه نافتاده است. و ما ینطق عن الهوا. و از روی هوای نفس سخن نمی گوید. این هو الا وحی یوحی. این قرآن وحی الهی است که به او القا می شود. این قرآن جز پند برای جهانیان یعنی انسان و جن نیست. علمه شدید القوا. پرتوان تعلیمش داده است یعنی جبرائیل علیه السلام که فرشته است. ذو مرة فاستوى. خوشمنظری که ایستاد یعنی همون فرشته خوشمنظری که با چهره حقیقیش در برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد. و هو بالافق الاعلی. در حالی که او در افق بالا یعنی در آسمان قرار داشت. ثم دنا فتدلی. سپس یعنی جبرائیل نزدیک شد و نزدیکتر. فکان قاب قوسین او ادنا. پس به اندازه طول 2 کمان کمتر بود یعنی فاصله او با پیامبر صلی الله علیه و سلم. فاوحى الى عبده ما اوحى. آنگاه آنچه را که باید به بنده الله تعالی وحی میکرد وحی نمود یعنی آن فرشته بزرگوار. ما كذب الفؤاد ما رأى. آنچه را که دید قلبش دروغ نپنداشت یعنی قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم. افتمارونه على ما یرا. آیا با او درباره آنچه میبیند مجادله میکنید یعنی بحث میکنید؟ ولقد رآه نزلة اخرى. در حقیقت پیامبر یک باری دیگر نیز آن فرشته را مشاهده کرده بود یعنی به صورت کامل. عند سدرة المنتهى. در کنار درخت بزرگ سدرة المنتهى در آسمان هفتم. عندها جنة المأوى. که آرامشگاه بهشت همانجاست. اذ یغشی السدرة ما یغشی. آنگاه که حالت آن درخت را پوشانیده بود. ما زاغ البصر و ما طغى. چشم خطا نکرد و از حد در نگذشت یعنی چشم پیامبر صلی الله علیه و سلم به چپ و راست منحرف نشد و از حد تجاوز نکرد. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. براستی که او برخی از بزرگترین نشانه های پروردگارش را مشاهده کرد یعنی در آنجا. افرأیتم اللات والعزى. آیا لات و عزی را دیده اید یعنی خطاب به مشرکان. و منات الثالثة الاخرى. و منات آن سومین یعنی بت بی ارزش را آیا هیچ سود و زیان به شما میرسانند؟ الکم الذکر و له الانثى. آیا فرزند پسر برای شماست و دختر برای الله یعنی ادعا میکنید که پسر برای شماست و دختر برای الله هست؟ تلك اذا قسمة ضیزى. در این صورت تقسیم
تقسیم ناعادلانه است. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. این بت‌ها فقط اسم‌های یعنی به معنا هستند که خود و پدرانتان به آنها یعنی معبودهای دروغین خود را نام نهاده اید و الله تعالی هیچ دلیل بر حقانیت این کار نازل نکرده است. مشرکان در اعتقادشان فقط پیروی گمان و خواسته های دل خویشند، حال آن که موجبات هدایت از جانب پروردگارشان بر آنان رسیده است. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. آیا انسان هرچی از شفاعت این معبودان باطل آرزو کند برایشان مگر میسر است؟ دنیا و آخرت از آن الله است و به هر کس هرچی را صلاح بداند می بخشد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. چه بسیار فرشتگانه که در آسمان ها هستند که شفاعتشان به هیچ وجه سودمند نخواهد بود مگر پس از آن که الله تعالی برای هر کی بخواهد و خوشنود باشد اجازت دهد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. کسانی که به آخرت باور ندارند به فرشتگان الهی نام دختر می‌گذارند، یعنی و آنان را دختران الله تعالی می‌دانند. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. آنان در مورد این امر یعنی کاملا به اطلاعند و فقط از حدس و گمان پیروی می کنند، در حالی که برای شناخت حقیقت گمان کافی نیست. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. پس یعنی ای پیامبر تو نیز از کسی که از یاد ما روی گردانیده و فقط لذت‌های زندگی دنیا را می‌خواهد روی برتاب. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نهایت درک و فهمشان همین است. به تردید پروردگارت به حال کسانی که از راه او تعالی منحرف شدند آگاه تر است و نیز به حال راه یافتگان. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا
عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. هرچی در آسمان ها و زمین است از آن الله تعالی است، یعنی راه خیر و شر را به انسان ارائه کرد تا بدکاران را در برابر رفتارشان کیفر دهد و نکوکاران را یعنی با نعمت‌های بهشت پاداشی نکو عطا نماید. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. همان کسانی که از گناهان کبیره و کارهای زشت و بیشرمانه دوری می کنند مگر لغزش های کم اهمیت، یعنی و گناهان صغیره که با توبه و عبادت بخشیده می شوند که آمرزش پروردگارت گسترده است از همان دم که شما را از زمین پدید آورد و آنگاه که به صورت جنین در شکم مادرتان بودید و طبیعت شما آگاه تر از خودتان است. پس خود ستایی نکنید که او تعالی به حال پرهیزگاران داناتر است. افرأیت الذی تولی، آیا آن کسی را که از حق رای برتافت دیده ای؟ و اعطا قلیلا و اکدا، و اندک انفاق کرد و سپس خودداری نمود. اعنده علم الغیب فهو یرا، آیا علم غیب دارد و آینده را می بیند؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، آیا با خبر نشده است از مطالب کتاب آسمانی موسی و ابراهیم الذی وفا، و تعلیمات ابراهیم که حق رسالت و بندگی ما را به تمامی ادا کرد؟ الا تزر وازرة وزر اخرى، که هیچ گناهکار باری گناه دیگری را برداشت نخواهد کشید. و ان لیس للانسان الا ما سعی، و این که انسان فقط ثمره تلاش و نیت خود را خواهد داشت. و ان سعیه سوف یری، و این که بیگمان تلاش او در مصاحبه اعمالش در روز قیامت منظور خواهد شد و تمام سعی و کوشش انسان در روز قیامت دیده می شود و جدا کرده می شود نیکی هایش از بدی هایش. ثم یجزاه الجزاء الاوفی، آنگاه پاداشش را به تمامی خواهند داد. و ان الی ربک المنتهی، و این که بازگشت همه امور به سوی پروردگاری توست. و انه هو اضحک و ابکی، و اوست که می خنداند و می گریاند. و انه هو امات و احیا، و اوست که می میراند و در آخرت زنده می کناند. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى، و اوست که جفت‌های نر و ماده را می آفرد. من
نطفة إذا تمنى از نطفه که در رحیم ریخته می شود، یعنی در بچه دانی زن. وأن عليه النشأة الأخرى و پدید آوردنی دوباره آنها، یعنی در روز قیامت نیز بر عهده اوست، یعنی الله تعالی است. وأنه هو أغنى وأقنى و اوست که شما را به نیاز می کند و سرمایه می بخشد. وأنه هو رب الشعرى و اوست که پروردگاری ستاره شعرا است. شعرا یعنی ستاره درخشان است که بعضی از اهل جاهلیت آن را در برابر الله تعالی پرستش می‌کردند. تفسیری طبری. وأنه أهلك عادا الأولى و اوست که قوم عاد را در گذشته هلاک کرد. وثمود فما أبقى و قوم ثمود را نیز نابود کرد و هیچ یک از آنان را باقی نگذاشت. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى و قوم نوح را که ستمگارتر و سرکشتر بودند پیش از آن هلاک نمود. والمؤتفكة أهوى و شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را در هم کوبید. فغشاها ما غشا و آنان را با عذاب فراگیر چنان که باید پوشانید. فبأي آلاء ربك تتمارى حال یعنی ای انسان در مورد کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید روا می داری و مجادله می کنی. هذا نذير من النذر الأولى این یعنی پیامبر نیز هشدار دهنده است از گروه هشدار دهندگان پیشین. أزفت الآزفة قیامت نزدیک می شود. ليس لها من دون الله كاشفة و هیچ کس جز الله تعالی نمی تواند آشکارش کند، یعنی و سختی هایش را برطرف سازد. أفمن هذا الحديث تعجبون آیا از این سخن در حیرت افتاده اید؟ یعنی خطاب به مشرکان. وتضحكون ولا تبكون و در حال غفلت و غرور به آیات قرآن می خندید و از شنیدن هشدارهایش نمی ترسید و اشک نمی ریزید. وأنتم سامدون و شما بازی کنندگانید، یعنی در غفلت شدگانید. فاسجدوا لله واعبدوا پس همگی برای الله تعالی سجده کنید و تنها او را بپرستید. پایان سوره نجم یعنی ستاره در مکه نازل شد و 62 آیت است.